салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст ки бештари шумо аз он истифода мекунед. нигоҳ кунед. ҳотборди 13 дараҷаӣ ва ин ҳам шабакаи PMC Manutу. бо ҳамин мавҷгир шумо метавонед ба моҳвораи Eutelsat пайваст шавед. барои ин як дона сараки мавҷгирӣ лозим дорем, як дона дастақайчӣ ва як дона хамут. дастақайчиро бо хамут рӯи сараки мавҷгирии ҳотборд мечаспонем. симро бо LMB Eutelsat пайваст ва сипас танзим мекунем. ин ҳам моҳвораи Eutelsat ва ин шабакаи Manutу ки дар аввалин мақом пайдо шуд ва ҳоло мо онро танзим мекунем. инак моҳвораи Eutelsat танзим шуд ва чуноне ки мебинед фосила байни ҳарду сараки мавҷгирӣ хеле кам аст. акнун метавонед бо ҷустуҷӯ дар ин моҳвора шабакаи Паём ТВ-ро ҳам пайдо кунед. чуноне ки мушоҳида кардед, заҳмати зиёде сарф нашуд ва пайвастанаш ҳам бисёр осон аст. акнун ки ёд гирифтед, ҳар як аз шумо метавонед аз таҷрибаи пайвастан ба шабакаи мо як навор сабт намоед ва ба мо ирсол кунед. беҳтарин навор ба ҷои ин навори мо ҳамчун навори омӯзишӣ истифода хоҳад шуд. мо метавонем барои бехатарӣ садои шуморо иваз кунем. бо мо бошед ва барномаҳои Паём ТВ-ро пайгирӣ намоед. нишонии мо дар моҳвораи Eutelsat. моҳвора Eutelsat 7B، мавқеият 7 дараҷаи шарқӣ، фреконс 11262, суръати нишонӣ 27500, поляризатсия HFEC 5/6. خب سلام علیکم هموطنان عزیز، بینندگان گرامی. اینک ما باز روز شنبه در برنامه هر هفته‌ینه خود قرار داریم و چند لحظه با هم خواهیم بود و تلاش میکنم که با آهسته آهسته به فرمت برنامه همون برگردیم، چون که وضعیتی که 3 ماه، وضعیت بورانی که 3 ماه این است، بیشتر از 3 ماه در بدخشان به وقوع آمده است و در جریان است، ما را مجبور ساخت که اساساً در موضوع بدخشان صحبت کنیم و امروز هم اساساً صحبت ما در موضوع بدخشان خواهد بود، ولی به تدریج ما به همان فرمت برنامه خود برمیگردیم و بعضی خبرهای جالبی که طول هفته در تاجیکستان به وقوع پیوستند از آنها به شما میگوییم و خب آن را به بحث میکشیم. باید با شما یادرس میکنم که همین الان شما در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان قرار دارید و همزمان همین برنامه در پخش مستقیم در کانال محورائی پیام TV نشر می شود و آن را می توانید در تاجیکستان و دیگر نقاطی که مهاجران مهنتی ما قرار دارند پیگیری کنید و با ما باشید. خب در دیگر نقاط فرض کردیم، در مثال اروپا باشد، در روسیه باشد، قزاقستان، قرقیزستان، شهروندان ما اصلا ضرورت شاید نداشته باشند به این محوره، چون در این کشورها
اینترنت با سرعت بلند و با نرخ نه آنقدر گران دسترس تمام مردم هست و شما میتوانید از کانال یوتیوبی ما رو پیگیری کنید. اگر در تاجیکستان هم رنگ دیگر کشورهای متمدن که اینترنت یک جزئی حیاتشان شده است می بود، ما یگان ضرورتی برای مصرف بیشتری نمی داشتیم و در ماهواره نمی رفتیم و در اکثر کشورهای دنیا مترقی دنیا امروز مردم تقریبا تلویزیون رو تماشا ندارند، اما تلویزیون هایی که خب معمولی هستند. تلویزیون البته هست خود تلویزیون، لیکن از آن هم یوتیوب تماشا میکنند دیگر واسطه های اطلاع رسانی اینترنتی رو. متاسفانه ما در عصر 21 هنوز هم مجبور هستیم که فقط از تلویزیون معلومات گیریم. علاوه بر این مردم بدخشان که طول 3 ماه بیشتر از 3 ماه در بنبست در محاصره اطلاعاتی قرار دارند، اونها اصلا نمیتوانند که از این خب چیز عصر 21 بهره‌ور باشند، از این واسطه اطلاعاتی عصر 21 بهره‌ور باشند و آنها را از این محروم کردند و ما مجبور هستیم که بیاییم و خب با شما در محاوره صحبت کنیم. خب چند خبر عمومی رو از فضای خبری ربط داشته به تاجیکستان با شما در میان میگذارم و کوتاه آنها را میگذارم و باز میایم به موضوع بدخشان. امروز ما در برنامه زنگ های شما را قبول نمی کنیم و اگر خب پیامی داشته باشید، گفتنی داشته باشید، در زیر در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان در شرح آن نویسید، سوال گذارید، پیشنهادها کنید و ما اونها رو خوانده در موضوع در هفته آینده در برنامه های آینده شاید به اون برگردیم. خبری که این هفته در رسانه های تاجیکستان اساساً به فکرم در رادیو آزادی پیدا شد، این یعنی باز همون موضوعی که ما انتخاب کردیم اساساً، یعنی همه اون مریضی هایی که همین مقامات تاجیکستان، همه مریضی هایی که حکومت خانوادگی امروز با آن تاجیکستان را مواجه کرده است، درباره همه مریضی ها میگوییم. اما یکی از مریضی های اساسی تاجیکستان این فساد اداری است که در همه ساحه‌های حیات اجتماعی تاجیکستان مردم تاجیک ریشه دوانده است و یکی از اینها سفر حج عمره مسلمانان تاجیکستان است که اخیراً سفارت عربستان در تاجیکستان گفته است که ما در تاجیکستان ویزای حج را نمی فروشیم. در مقابل شرکت های همگی دو شرکت خب میگن سیاحی، شرکت سیاحی یعنی توریستیک کمپانی میگن بروسی، دو شرکت سیاحی که همگی در تاجیکستان با موضوع حج یعنی به حج بردن مردم بند هستند، اونها از مردم $500 به خاطر خب ویزای حج گفته میستانیدند و مجبور شده از سفارت عربستان در تاجیکستان اعلان کند که ما ویزای حج را نمی فروشیم. البته که ما همه میدانیم بر علاوه آن حق هایی که این کمپانی ها، این شرکت های
سیاحی از مراجع میگیرن، اینا باز در چندین بار همین خیلی چیز حوزه ها و دعواها شدن که بر علاوه آن اینها برای نوبت حج را به بالا بردن هم رشوه میستانند از شهروندان تاجیکستان که خب چون داوطلبان خیلی بیشتر از کوتا ها هستند و در اینجا هم رشوه ستانی هست، به خاطر اون که خب نوبت شما بالاتر رود و این فرض کردیم این سال رفتنی باشید به دست دارید. لیکن در اینجا سخنگوی شورای علمای تاجیکستان می آید و میگوید که خب شما خب یک گید، یعنی یک گید شرکت سیاحی برای شما نظر داده است و شما نمیتوانید اون را خب یک دلیل پندارید و خب او شاید همین در نظر داشته باشد که موضوع یعنی روند با ویزا تامین کنی این خود ویزا نیست و باز چندین قدم های هستند پیش از آن که شما ویزا گیرید، یعنی میمون خانه و دیگر استراخوفکه و دیگر بیمه و یعنی همین ها را میگیری. همه این شاید در مجموع برای همه همین خدمت رسانی ها در مجموع $500 ستانده باشند و آن را پول ویزا گفته باشند، یعنی اینها را سفید کردنی شده. همین خیلی بهانه یافته است در پاسخ به همین گزارش مخبر و خب اینها عادت کردن که در هر لحظه با یک بهانه میابند. لیکن چون همین سفر حج در تاجیکستان، حتی سفر حج هم این حصاری شده است از طرف دو شرکت سیاحی، یعنی شاید اینها هم به عائله به همه ما معلوم نزدیک باشند. من از این درک ندارم، شاید تماشابینان درک داشته باشید. در زیر در شرح ها نویسید که همین دو شرکت سیاحی که سیاحان رو به سفر حج میبرند مسلمانان رو از تاجیکستان، اینا به کی ربط دارن و شاید بلاگرای که خیلی تخصصی در این بلاگستان تاجیک، در این یوتیوب تاجیک کار میکنن، شاید پیگیری کنند و یک تحقیقات در این مسئله برند که کدام شرکت ها و به کی ربط دارند و چه رقم از مردم مبلغ های بیشتر از لازمه را می ستانند. شاید یک تحقیقات برید، خیلی خوب میشود. خب شاهین سیدزاده، اون قهرمان دیسرنت و پسر نوردین سیدزاده، اخیراً نیز در نشست خبریش یک جمله عجیب و غریبی را بیان نموده است. در بین آموزگاران تاجیک مهاجرت عمومی مشاهده نشده است و ادعا کرده است که چون در 2020 بیماری همگیر بود و راه‌ها محکم بودند، همون آموزگارانی که آمدند و عادتاً در فصل مهاجرت مهنتی می رفتند، در این سال بر اثر راهبندی نتوانستند رفتن و در جایهای کاری خود باقی ماندند، یعنی در آموزگاری باقی ماندند و چون 2021 راه‌ها گشوده شدند، این تعداد خیلی زیاد شد، یعنی اون تعدادی که نتوانستند برآمدن خب یک باره افزایش یافتند و این اصلا یک چیز مهاجرت عمومی معلمان نیست، این یک چیزی، یک نقشه 2 ساله رو این
آموزگار مهاجران مهنتی 2 ساله نقشه رو در 1 سال بود کردن و اینا خب این مهاجران از افتش این مهاجران از مکتب ها که می روند به مهاجرت مهنتی مکتب ها باز انتظار می شوند که موسم مهنت روسیه با اتمام رسد اینا باز برمیگردند و جایهای کاری ساعت های اینا را انتظارند. هر سال همین خیل بود است. اینا می رفتند و باز برمیگشتند و در همون شاگردا اینا را انتظار بودند. در همون 3-4 ماه از صنف خانه نبر آمده اینا می آمدند و ادامه می دادند درسشون رو دوام می دادند. بسیار بهانه های عجیب و غریب خیلی که سخنگوی شورای علما بهانه خوبی افته است. این از او بهانه بهتری افته است چون که این باز عالم است. این خب به فکرم دکتر علم ها است. این باز خیلی چیزتر است. خیلی در اینجا لیاقت بیشتری دارند. و خبر دیگری که قابل توجه بنده شد این خبر بازداشت 229 کیلوگرم هروئین در پستگاه یعنی فاتح آباد از طرف خب مقامات ازبکستان همسایه و در اینجا یمین خب حاضر اگنتی مبارزه ضد مواد نشعه‌دار نزد رئیس جمهور اطلاع می دهد که حاضر دروغگو نشوم اطلاع می دهد که خب در آنجا رقم ها هستند. رقم هایی که خب گفته می شود در تاجیکستان چقدر در 1 سال مواد مخدر در مرزها کشف شده است و خب باز فیصد آن به کدام منطقه ها بیشتر دخل دارد. خب ببینید میگد که از همه زیاد مقدار مواد مخدر در ناحیه‌های 5 شمس‌الدین شاهین شهرتوس جیهون که با جمهوری خب با امارت اسلامی افغانستان هم سرحدند بیشترین مقدار مواد مخدر کشف شده است که خب در ولایت ختلان در عموم 2391 کیلوگرم مواد نشعه‌دار کشف و چه شده است گرفته شده است که این 58.6% تمام قاچاق مواد مخدر تاجیکستان هست. و ببینید طول چند 3 سال یا بیشتر از 2018 مخصوصا تا 2021 از رسانه های تاجیکستان رو اگر پیگیری کنید اکثریت یعنی چنان ایمیج سازی بدخشان شده است که کلن همین مواد مخدر کلن در تاجیکستان فقط توسط بدخشان انتقال داده می شده است و یگانه خب جنایتکاران یعنی قاچاقبران مواد مخدر هم محض همون بدخشانی ها بودند و هر روز از تلویزیون ما این روز در طول 3 ماه و چند روز هر روز و ساعت از تلویزیون همین رو برای گوش مردم خوانده ایستادند که بدخشان این دروازه برای مواد مخدر افغانستان است که از این واسطه به تاجیکستان و دیگر مناطق ترد سابق شوروی
مواد مخدر یعنی مواد نشعدار انتقال داده می شود و حتی تا حد همین افسانه رو خواندن که مردم تاجیکستان باور کرده است. ببینید اگر 58.6% این مواد کشف شده، موادی که خب از قاچاقبران کشیده گرفته شده است، 58.6% آن توسط ختلان، ولایت ختلان انتقال داده می شده است، از افغانستان وارد می شده است و این هونه که کشف شده است. ببینید همه شما در طول این سالهای اخیر شاهد آن هستید که تمام نیرو یعنی خب ستاد بین اداروی نمیدانم کیم چی بلا و کیم چی بلا در خروق است، ارتش در خروق است، کمیته دولتی امنیت ملی با تمام نیروش در خروق است مستقر. همین خیلی دیگر جزو توم‌های وزارت کارهای داخلی و خود اگنتی ضد مواد نشعه‌دار و همه این نیروی اساسیشون را در قلمرو بدخشان مستقر کردند و در بدخشان اون نفرانی که به گفت اینها بودند یعنی قاچاقبر بودند، آنها را اینها کیها 3 4 5 سال پیش اونها را به گفت روسا کسلرودشون محکم کردند و تمام مواد توسط خب خوشبختانه شاید برای بدخشانی ها باشد، برای بدخشانی ها، برای ملت که اون توسط بدخشان انتقال نمی‌یابد و اساساً در توسط ولایت ختلان. و ببینید اون 58.6% که کشف شده است، 2391 کیلوگرمی که کشف شده است او کشف شده است، ولی اون که یتیم و برادراش می کشانند و دیگر مقامدارانی که ببین شاید بسیاری ها گویند که این باور نکردنی است، یعنی ما به دلیل گپ میزنیم. همه ما میدونیم که در دنیا در کدام نقطه دنیا نباشد در این قاچاق مواد مخدر، در قاچاق مواد مخدر اساساً اگر به واسطه مقامات امنیتی دست نداشته باشد و مقامات قدرتی اگر به واسطه خودشون به اون مشغول نیستند، البته در اون دست دارند، البته اون رو به گفت ما تاجیکا کریشوت دارند و البته که در اون در انتقال اون در خب اجازت دادن یعنی معین کردن کردارهای اون اینها رول اساسی میبازند و این مقدار بازداشت شده یعنی مقدار کشف شده خیلی فیصد کمتری از چیز عمومی است، از همان انتقال میافتگی عمومی است. در بدخشان ببینید در بدخشان هم من نمیگویم نیست قاچاق هست. در بدخشان اساساً مردم شاید جوانای دیگران به قاچاق مشغولند که آنها اساساً با ساختارهای قدرتی اونقدر چیز نشدند، نپیچیدند، یعنی اونها مورد تعقیب مقامات قرار میگیرند، آنها مورد نتیجه کردن یعنی مورد رزولتات از طرف مقامات قرار میگیرند و آنها را بیشتر بازداشت میکنند. لیکن در منطقه ختلان که قاچاق میکند اساساً قسمت اساسی را خود مقامات قاچاق میبرند و اکثریت اون قاچاق به دست نمیافتد و روی راست برده می شود. و در این میان من میخواستم برای چه من به این دقت کردم، همه این مشکلی که بالای مردم بدخشان امروز آمده است با همین افسانه های ساخته کمیته دولتی امنیت ملی است که بدخشان یک مرکز
خب انتقال یک دروازه شده است برای انتقال مواد مخدر از قلمرو افغانستان. ببینید اگر حتی تصور کنیم که بدخشان خیلی به گفت اینا پلیگان خوبی است برای انتقال، یعنی یک دروازه شده است، اگر باور هم کنیم به پروپاگاندای یتیموف، ببینید برای در خود قلمرو افغانستان برای انتقال چنین بار و زیاد به منطقه بدخشان با اون راه ها و با اون انفراساختار راهی که بدخشان افغانستان دارد، یگان قاچاقبر جدی، یگان قاچاقبر کی میخواهد خب چیز موادش رو هرچی تیزتر و هرچی ارزانتر برای ارزانتر انتقال دهد نمیبرد توسط بدخشان و طبیعی است که اکثر اون توسط ولایت ختلان میرود. ولی ما را باور کنندنی که جنایتکار و قاچاقبر و همش در بدخشان جمع شدند و در دیگر مناطق و این حکومت خودش هم تماما همین مقامات قدرتی تماما دست در این ندارند. خب این در مورد همین خبره که قاچاق اگنتی نظارت مواد نشعه‌دار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در نشست خبریش این را به مردم معین کرد. یعنی اینا خودشون طول 3 سال برای ما میگفتن که بدخشانی ها قاچاق برند و خودشان فراموش کردند و آمدن همون مواد همون آمار واقعی را به ما فاش کردند. و خبر دیگری که میخواستم به شما رسانم و به من جالب بودین، مخفی بودنی نقشه گنرالی شهر دوشنبه است. نقشه گنرالی شهر دوشنبه مخفی بوده است. گویا این شهر دوشنبه نه، این ساحل غرب رود اردن باشد یا فلسطین باشد. باز دلیلش هم همین که همین از نقشه گنرالی شهر دوشنبه گروه های اکستریمیستی خبردار نشوند. از همین خاطر این نقشه گنرالی یک نقشه مخفی بوده است. و تصور کنید که اگر باز خودشون میگن که اگر مشخصا کدام انشاءات برای خب روزنامه‌نگار یا یگان نفر دیگر عجایب باشد، میتوانید مراجعت کنید و ما چنین معلومات رو به شما پیشکش میکنیم. یعنی در اینجا میآیند و میگن که خب مخفی است، لیکن اونقدر مخفی هم نیست. اگر خواهید اونقدر مخفی هم نبوده است. و در دنیا شاید در کره شمالی، در ترکمنستان و شاید چند کشور دیگر چنین شهرهای وجود داشته باشند. در دوره ایران شوروی شهرهای پوشیده بودند، به مانند گورکی میگفتن وزیر نیژنی نوفگراد به فکرم است. همین خیل شهرهای نزدی سرحدی بودند به مانند خوروغ، شهرهای پوشیده. شاید این شهرها نقشه گنرالیشون مخفی میشود، لیکن شهر دوشنبه فقط به خاطر اویله رحمانوف نقشه گنرالیش مخفی است، چون که اینها هر لحظه خواهند کدام انشاءات را خواهند خراب میکنند در جاهایی که نرخی کوادرات زمین اونجا قیمتتر است، اون رو خراب میکنند و برای خود میمانخانه و دیگر میسازند. و فقط بر همین خاطر اون مخفی است، چون هر گاهی خواستن به اون تغییرات وارد میکنند. حاضر میگذاریم به
خبرها از خوروغ، از بدخشان یا وابسته به بدخشان. خبرهایی که اخیراً بدخشان میان، بدخشان طول 3 ماه هممون میدونیم که وضعیت روز از روز برونی تر می شود و طول هفته گذشته نیز در بدخشان بسیار حادثه ها شدند و وضعیت خیلی نظامی تر شدن دارد. پست های نظامی در آنجا رو به افزایش دارند. ولی یک چیز حاضر من در عنوان برنامه رو همین خیلی دادم که بدخشان تشخیصگاه، یعنی بدخشان خودش یک عضوی برای تمام پرابلم های حکومت تاجیکستان شده است. یکم پرابلم فساد اداری. آمدیم پیشتر کدام برنامه من به شما گفتم که یک نظامی بلندپایه گفت که در اینجا موضوع در بدخشان موضوع اساساً پولشویی است. یعنی همین چیزا ایمیج ساختند، همین پرابلم رو پیدا کردند و انتقال دادند نیروهای علاوگی رو اونجا برای همین عملیات نظامی و عملیات مخصوص مبلغ‌های رو از بودجه به دست آوردند و به خاطر آبولای کردن این مبلغ‌ها آمدن وضعیت رو بغرنج کردند و این به حقیقت خیلی نزدیک است، چون که اون نیروهایی که اونجا مستقر شدند امروز قریب که نیم گرسنه‌اند. ببینید مرگن ها یعنی سنایپر در تمام دنیا، همین سنایپر یک چیز است، یک تخصصی است که او عادتاً به تنهایی کار میکند. او را عادتاً کم آدم ها باید بشناسد. در خود هیئت جزء اتم ها باید سنایپر را نشناسند که سنایپر در تمام دولت ها سنایپر یعنی مرگن این یک نفری است که بالاش خزینه های زیاده اختصاص داده شده است. نرخش خیلی گران است، قیمتش گران است. یک سنایپر شاید تمام نرخ یک سنایپر همچون متخصص، همچون تربیت یافته در همین تخصص شاید چند یک وزواد باشد، یعنی یک سنایپر. و این او را خیلی احتیاط میکنن که نبادا او یعنی در بین همین جزء اتم ها یک جاسوس باشد که او را به دشمن فاش کند و دشمن بیاید و او را شکار کند و اگر یک مرگن را بکشد چقدر خسارات به قشون های ملی میرسد فرض کردیم دشمن. و اون اگر تلویزیون رو تاجیکستان و بدخشان رو از نوامبر تا به این روز مرور کرده باشد، اینا قلمداد میکنن که در بدخشان از اون طرف یک دشمن قدرتمند بر ضد اینها در کمین ششته است و یک دشمنی که خیلی مجهز است از نگاه سلاح و راحت این دشمن رو نمیشود پیروز شد. و در مقابل همین دشمن میآیند و یک گروه مرگن ها یعنی سنایپر ها رو در یک بلندی شهر خوروغ در یک چودر در یک پلاتکن جمع میکنن، یک گروه رو در طرف دیگر در یک پلاتکن جمع میکنن. و ببینید سنایپر که باید خیلی پنهانی خیلی مخفیانه حتی از خودی ها باشد و وی باید حتی به همون بالاهای تل و تپه شهر خوروغ که بر آمد خوروغیان باید خبر مردم ملکی حتی باید درک نداشته باشد که اونجا کسی بر آمده است. اما وقتی سنایپره که پلات که اونجا زدش
ششتند 10-20 نفر در یک پلاتکه او باز گوشنه ششتند و باز شیرچای خوری به پایان میفرویند. این خیلی ارتش است، خیلی قشون ها هستند که سنایپر شما میآید، سنایپری که در دنیا او را اگر او سنایپر باشد او هرگز او بیکار نیست. او را یگان ارتش کرایه میکند. یگان مثال افغان از تاجیکستان اون را کرایه میکند در جنگش، او دیگرش کرایه میکند. روسا را بینید در کل دنیا همینا در جنگ اشتراک میکنند. یعنی سنایپر اونه که خیلی نرخش گران است، سلاحش نرخی گران دارد، خودش نرخی گران دارد، او میوید در یک پلاتکه 10-20 نفر میستند و بعد برای نان و چای به پیش اونای میویند که اونا را در نشان گرفتن. یعنی اونا را پگاه اگر یگان کار شود باز رنگ سال 2012 مورد خب شکار قرار میدهند. یعنی صید، شکارچی از صید خب رزقش را میجوید. یعنی شکارچی آمده پیش صید میگوید که خب بیا یک دانه نان تیو. یعنی همین قدر فساد اداری تا چقدر دولت رو خراب کرده است که در ما خب سنایپرهای ما گدا هستند در بدخشان. خب و طبق خبری که رسید دیروز یک خبری رسید که حتی این خبر باعث آن شد که اونجا در باغ بوتانیکی او یک بلندی است که در بالای شهر خوروغ و نزدیک به برخوروغ است که امروز برخوروغ در محاصره است از 4 طرف و خب یعنی پراتیونیک چی میگن و رقیب اساسی خود را اینها تشخیص دادن برخوروغ و در بالای برخوروغ کمین گرفتن و دینا حرکت در بسوی همون بلندی باغ بوتانیکی عبور و مرور ماشین ها و همین تردد ماشین ها خیلی زیاد شده است. ماشین ها میروند و در بین مردم آوازه شده است که رستم امام علی در همون رزیدنس در باغ بوتانیکی یک رزیدنس پرزیدنتی است و گفتند که رستم امام علی آمده است و در همان جا است، چون که همین مردم ها میاند و میروند. رئیس ولایت رفته است اونجا و نمیدونم کی دیگر رفته است. آخر یک خبری رسید که اونجا سه نظامی، 3 عسکر قطاری جان به جبار سپردند، شاید بر اثر گشنگی یا بر اثر خنکی. اگر حقیقت داشته باشد همین خیر خبر هم رسید و در اونجا بسیار وضعیت در درون خود همین نظامیان و در درون بین وزارت های قدرتی هم وضعیت خوب نیست و بین مقامات محلی حکومت دولتی و مقامات ملکی عموما ملکی و مقامات نظامی بسیار درگیری ها است، بسیار نافهمی ها است. از همه یک خبر رسید از همون گیرودارهای اونها خبر رسید که اکثر نظامیان، اکثر جنرال ها بر آن خلاصه اومده اند که عمل نظامی در خوروغ، عمل مخصوص نظامی و عملیات مخصوص گذراندن امروز شرایط نیست و با مقصد موافق نیست. حتی یتیموف به چنین خلاصه اومده است، لیکن در مقابل یکی از نفرانی که پافشاری سخت دارد که عمل نظامی باید انجام داده شود این دلیر جمعیف می باشد. نمیدونم با کدام سبب، شاید با یک سببی که حاضر پایانتر میگم.
ببینید من اصلا باور نداشتم نمیکردم بر همین که بین در حکومت تاجیکستان گروه‌هایی هستند که با یکدیگر سازگار نیستند و هنوزم بر همینم. لیکن یک چیز مسلم شد، خبر پیدا شد که خبر از داخل خبر آمد که یتیموف سید مومن یتیموف زخم برداشته است و در بیمارستان خوب رفته است. زخم برداشته است، زخم از تیر تپانچه. و چنین خبر رسیده است که این را رستم امام علی پرورده است. گنرال رستم آمده است و گنرال یتیموف را زخمی کرده است با استفاده از تپانچه. و اکثر مردم باز فریب خوردنی هستند. یعنی رستم گویا به خاطر اون که یتیموف وضعیت خاروق را بورانی کرد، به خاطر همین یعنی رستم نغز، رستم خوب، یتیموف بد رو، یتیموف لعنتی رو خب به خاطر خاروق شده پرونده است. نه اشتباه میکنید. چون که یتیموف همچون نظامی فهمید که همین الان همین حالا هر اصلا امکان نیست که یک عملیات مخصوص، عملیات نظامی گذرانده شود که با کمترین یعنی تلفات، چه از طرف مردم ملکی باشد، چه از نگاه مبلغی، چه از نگاه خب چی میگن ریتینگی سیاسی، یعنی حاضر فرصت اون نیست. رستم طلب کرده است که مسئله باقر را حل کند و در نظر است که همین خیلی آوازه است که در خاروق در همین حالی نزاع خاروق باید یتیموف در همین جا تلف میشه. یتیموف باید به طور فیزیکی از بین میرفت، یعنی بی‌ضرر گردانده میشد. باید یتیموف خودش دست به کار شود و بی‌ضرر گردانده شود که یتیموف این را درک میکند و یتیموف دست میکشد از همون عملیات نظامی و محض همین سبب میشود که رستم از کنترل خارج میشود و سوی یتیموف تیرخوری میکند و یتیموف زخم میبردارد و در بیمارستان است. این حاضر وضعیتی از همه بدترین در بین همین نظامی ها یتیموف دارد و دیروز رمضان رحیم زاده هم به کدام سبب باشد خاروق را ترک کرده است و دوشنبه اومده است. خب در خاروق حاضر مانده است تمام همین پرابلم مانده است بالای یک نوجوانوف امروز وظیفه دارد که از همین میگن بنبستی که اینا خودشون رو در آن وارد ساختن، از این بنبست با یک به شرمندگی برای مقامات از این بنبست باید بیرون شود و این بنده خدا می آید و پیشنهادهای غریب و عجیب و غریب رو به محمد باقر میکند و به دیگران که چخیل از این بورون بیرون شود. یعنی میخواهد که از همین وظیفه‌ای که به این سپردن سربلندانه اون رو به اجرا رساند. لیکن در این میان باز ببینید مشکل عبدالله نوجوانوف باز در چی است. علم شاهزاده را تمام جزء و تام‌ها، چه امنیت باشد، چه پروکورور باشد، چه وزارت کارهای داخلی، همه جزء و تام‌ها حتی سرعتبانان پررت در تابعش بودن. پروکورورها پررت تابعش بودن. یگان نفر بیرون از
امری علمشاهزاده یا بوزمقوف بیرون نمی برآمد. لیکن نوجوانف عبدالله چنین قدرت رو ندارد. نوجوانف عبدالله رو فقط وزارت کارمندان ملیسا گوش میکنند و اون هم ملیسا های بدخشانی، ملیسا های سفربر شده از مرکز به اینجا. نوجوانف عبدالله رو اصلا اعتراف هم نمیکنم همچون جنرال و برای همین مشکلی اساسی نوجوانف هم همین شده استوده است که وی مسئولیت دارد لیکن چیز ندارد. مسئولیت به او دادن لیکن حاکمیت به او ندادن. مسئولیت دارد لیکن مثال کمیته دولتی امنیت ملی اصلا او را اعتراف نمی کنند. پروکورورها اصلا او را اعتراف نمی کنند و اون فیلم هایی که پروکوراتور ولایت و کمیته دولتی امنیت ولایت می سازد اصلا بر ضد همون طرحی است، بر ضد همون وظیفه هایی است که در نزد نوجوان عبدالله مانده شده است. یعنی وظیفه‌ای که در نزد او مانده شده است از همین بنبست، از همین بحرانی که یتیموف و اینها در آنجا وارد کردند تمام تاجیکستان را، از اینجا برآوردن وظیفه نوجوان عبدالله است. یگانه آدمی که امروز در اونجا باقی مانده است از جنرال ها در دست این سپردن، ولی حکومت در دست این نسپردن. حکومت یعنی امر دادن در دست این نسپردن. یگان حتی گفته ایستادم که حتی همون جزء تامهای وزارت کارهای داخلی که با تابعیت ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان نیستند، در تابعیتش نیستند. فرض کرده ایم امانی از مرکز و او سپیتسنازی تعیینات مخصوصی که از مرکز بیوسته از وزارت کارهای داخلی به اینجا سفربر شدند، برای اینها نوجوانوف جنرال نیست، برای اینها نوجوانوف هیچ کس نیست. و از همین خاطر 2 روز پیش یک جوانی رو برخوروغی رو بازداشت کردن به یگان اساس، به یگان دلیل، بازداشت خودسرانه که درباره اون منم در شبکه ها نوشتم. و این ناباوری نسبت خود نوجوان عبدالله رو افزوده است و امروز خانم های خاروخ، مادران، خواهران که در خاروخ هستند، امروز به تظاهرات دست زدن و تظاهرات با میانجیگری یعنی با پافشاری جوانان خاروخ اونها رو متقاعد کردند که هنوز فرصت تظاهرات نیست، چون که اونها میتوانند روی سوی شما تیر خالی کنند و اونها رو از این نیتشون باز داشتند. اگر نه امروز یک تظاهرات خواهران زادگان شهر خاروخ، ساکنان شهر خاروخ برگزار شدنی بود، ولی امروز نشد. لیکن این معنای اون رو ندارد که شدنی نیست. مردم خیلی جان به لب آمده است و اون برخوردهایی که نسبت شهروندان است. خب در ضمن امروز سحر سلام امام نظروف فرزند مرحوم امام نظروف در فرودگاه دوشنبه این بازگشت از ترکیه بازداشت شد. این بنده خدا در دوشنبه ماهای آخر در دوشنبه سکونت داشت، فرزنداش در دوشنبه مکتب میخونند و در دوشنبه روای آزادانه داشت بین دوشنبه و فرض کردیم دیگر کشورها. و با چه سبب باشد که بازداشت شده است و گفته شده است که چند سال پیش کدام قاچاقبری رو چی کردند؟
بالاش نوشتن که سلام هم در همین مواد دست دارد، در حالی که سلام هنوز از در قید حیات بودن پدرش همه کار رو میکرد که سلام یگان ذره از به کارهای غیر قانونی نزدیکی نداشته باشد و او را خیلی در رویه قانون محوری و همین خیلی یعنی زیاهی همچون زیاهی تربیت کرد. من حق استادی نسبت سلام دارم. سلام بسیار در مکتبم خوب میخوند، یعنی جوانی بود که اصلا به همین چیز بجز آنه که فرزند یک سابق قماندان صحرایی بود، دیگر یگان ربط به همین مسئله کوچه و دیگر کارها نداشت. و ببینید در تاجیکستان در خب اون اینایی که میگن ولایت قانون، فرض کردیم یک نفر رو شاهد میکنن، خیلی که بالای محمد باقر کردن، یک سردار ریاست وزارتی معارف ولایت، ریاست معارف ولایت یک نفر شاهدی داد که همین فلان کس مرا دشنام کرد یا فلان کس به من مواد مخدر دل داد و من بودم. همین کفایه است برای اینها که بالای همون فلان کس اگر تومت هم باشد بالای او پرونده جور کنند و بسیار همین خیلی جوانها را زندان بردن، چون که اگر در دست اینا زنید شما شاهد بودید. امردین را چه خیلی بعد شکنجه ها مجبور کردن چی گپایی نگوید یا کسی دیگره. برای همین اگر آدم رو با یگان تومت بازداشت کردن، بعد شکنجه ها او همه چیز رو به گردن میگیره. خب همین در ضمن اون چیزی که من درباره فساد اداری گفتم، وزارت کارهای داخلی دو چند سال پیش تامینات اوزوقه را در بجای تامینات اوزوقهش رو در خود وزارت داشت. خود وزارت برای فرض کردن حاضر سفربر شدگان به خروق اوزوقه را تعیین میکرد و سخوی پیاکی که میگن، یعنی از بودجه خود وزارت تعیین میکرد و اونها دیگر میفهمیدن که در فلان جا فرض کردیم سنایپرهای ما فرض کردیم 2 ماه در همون بلندی میستن، ما همین قدر مواد رو به اونا میتیم و اون مواد فرض کردیم کنسروه های روسی و دیگر کنسروه هایی که یا کنسروه ها از ایران یا از دیگر کشورهایی که کنسروه معلوم است که اونا خیلی خوردن بابر. حاضر همه این را دادن به همون چی بود ذخیره های اوزوقواری نزد پرزیدنت بود، چی بلا بود گوس رزرو به فکرم میگن. همین خیلی یک اداره تاسیس دادن به جای اداره تاجیک مطلوبات. اساسا همون سترکتور تاجیک مطلوبات رو کردن یک اداره دیگر، ذخیره دولتی نمیدونم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به فکرم همین خیلی بود و همین تهیه کردن اوزوقه برای کارمندان وزارت کارهای داخلی را هم به اونا دادن و اونها آمدن تاسیس دادن در تاجیکستان. وزارت معارف تاسیس میدهد
цехҳои дузандагиро барои пӯшокҳои пӯшондани талабаҳо ба либоси ягона. ё вазорати маориф меояду пойафзол цехи пойафзол тайёркунӣ месозад ва унро намесозад. Унро дар ҳуҷҷат нишон медиҳад ки ман цех сохтам. дар асл меравад аз Хитой контрафакт мегирад, амон арзонакора мегирад меёрад, гӯё ман инҳоро духтаму баъд мефурӯшад. яъне ҳам аз андозозод уна медарорад аз андозозод, чунки худаш ура духтааст, метиҳад ба худаш боз мефурӯшад. оптам ҳамина вазорати маориф кард. ҳамин хеле дигар тамоми вазоратҳо ҳамин корхонаҳо ҳамин захираҳои озуқаворӣ ҳам ки ҳамин хоб сухои паёкҳои вазорати корҳои дохилиро ба гардан гирифт. ин ҳам омад цехҳоеро ҷур кард ва дар ин цехҳо шурӯъ кардан ба истеҳсоли консерваҳои худӣ барои артиш ва он консерваҳо хурданбоб ҳам нестанд ва ин аскарон онҳоро хурдан наметавонанд, он хурдан намешавад ва онҳоро оварданд ва инҳо бечораҳо гӯшна монданд. онҳоро ба фикрам сагҳо ҳам намехӯранд ва инҳо меянд ба ҳамсояҳои ба ҳамон мардуме ки бо онҳо ҷанг карданиянд, аз онҳо ҳозир ширчойгадоӣ доранд. хуб барои ҳамин баъд бибинед дар ҳамин конфликти Рустаму Ятимову инҳо генералҳо Бузмаков бояд чӣ гуфтааст? Бузмаков дар ин баҳс даромадааст, гуфтааст ки хоб ӯ ҳам Ятимова чӣ кардааст? Танқид кардааст ки ман тӯли 3 сол бо мулоимӣ, яъне бе ягон конфликт 700 намедонам чанд нафарро бурдам зиндон, яъне гирифтаму зиндон кардам. 700 чанд нафарро дар 3 сол роҳат зиндон кардам. боз мардум мара дар ин ҷо дӯстам медорад. мардум бо ман муносибати хуб ҳам доранд ва ин воқеият аст. аз бисёр одамо мешунавам ки Бузмаков яъне Аламшозода одами хуб аст, хеле мардуми моро дӯст медорад, мардуми Бадахшонро дӯст медорад ва зиёд одамо аз ӯ таърифу тавсиф мекунанд. ва ӯ гуфтааст ки ин Ятимов омаду хоб кард инҷо провокатсияу омад кард болои мо овард балоро. вале ина Ятимов накард. ина худи ҳамин Раҳмонов қатии Рустами Эмомалӣ пеш аз интиқоли қудрат бояд бо дасти Ятимов ба гуфти инҳо қумандонҳои яъне лидерҳои ғайрирасмии Бадахшонро ҳамин мушкили Рустамро, мушкилие ки Раҳмонов намехоҳад ба Рустам мерос гузорад, бо дасти Ятимов ина аз байн баранд ва ё бо дасти унҳо Ятимов аз байн баранд. барои инҳо ҳанӯз муайян нест ки Ятимов барои инҳо зиёдтар хатар дорад ё Боқир. инҳо хоб ман чанд бор гуфтам ки инҳо шиштаанд дар як чихеле ки як бозӣ мекунанд, ставка карда шиштаанд ки Ятимов зудтар мебарояд ё Муҳаммад Боқир. ва омаданд имрӯз шояд ба хулосае расиданд ки Ятимов сустӣ кард ва ӯро агар ҳамин овоза ҷо дошта бошад, ӯ мавриди ҳамлаи Рустам қарор гирифтааст. вале мардуми Бадахшон бояд донад, бояд хабар бошад ки Рустам на бар ҳимоя аз бадахшониҳо бар зидди Ятимов силоҳ бардоштааст ё агар силоҳам набардоштааст чизе гуфтааст. на, ба хотири он ки натавонист ин кора кард, ба хотири он ки ин амри Рустаму падараш буд ки ҳамин кора кунад. вале чун натавонист, агар ташхис доданд ки натавонист, яъне агар ба хулосае омаданд ки вазифаашро ба таври бояду шояд Ятимов
اجرا کردن نتوانست. حاضر باید یتیموف گفته است دادم کو 2 هفته پیش برای من چنین خبر آمد که یتیموف را میخواهند در همین قضیه بدخشان نابود سازند. به هر حال خب حل کند وظیفه اشرای خانه. در هر دو حالت هم رنگ عبدالله نظرف این را از بین بردنی‌اند و امروز چنین خبری رسید. خب با همین رس و 1 ساعت با فکرم کافی است برای 1 هفته 1 ساعت. خب با همین برنامه امروزه خود را خاتمه میبخشیم. بعد چند ساعت، بعد 2 ساعت در کانال یوتیوبی پامیر پیام و در صفحه فیسبوکی خودم و باز در کانال ماهواره پیام تیوی با شما خواهم بود. به زبان شغلی با شما خواهم بود و برای 1 ساعت باز صحبت در مورد قضیه بدخشان خواهیم کرد و ما را پیگیری کنید. خدا یارو مددگار ما و شما باشد. سلام و درود به بینندگان شبکه ماهواره پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتر شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبیارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این 1 دانه سرک موجگیری لازم داریم، 1 دانه دست قیچی و 1 دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبیارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون می توانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما 1 نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا HFEC 5